هایشان را ما میبینیم. ما امروز به این تلاش ها، به این زحمات به عنوان یک افتخار یاد میکنیم. از استاد و همچنان دکتر صاحب محمد حسین مشفق و استاد و دکتر روح الله محمدی که با دل و جان با عزیزان ما زحمت کشیده تلاش کردن سپاسگزاری و قدردانی میکنیم. دوستان، به قول معروف میگه که موفقیت از آن کسانی است که از تلاش دست بر نمی دارد، مداوم تلاش میکند، زحمت میکشند. آفرین بر شما قهرمانان. وجود شما برای ما خیلی ارزشمند است. پس ابتدا قهرمانی ایتان را، پیروزی ایتان را برای خودتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم و ضمناً برای اساتید گرانقدر و زحمتکش شما و پدران و مادران و عزیزان شما که شما را حمایت کردند، دستتان را گرفتن و تا این سرحد شما را پله به پله همگام بودند. پس این پیروزی شیرین برای همه مردم جاغوری مبارک باد. برای همه شما پدران و مادران تبریک باد. همیشه پیروز و سربلند باشید. همیشه نام و افتخار جاغوری را بر زبانها